امروز قراره چند تا از معروف‌ترین باورهای غلط تغذیه‌ای رو با هم بررسی کنیم. اگه تو هم تا الان فکر می‌کردی نون بده، کالری دشمنه، آب بین غذا باعث چاقی میشه یا اینکه تا 1 ساعت بعد ورزش چیزی نخور چون چاق میشی، حتما تا آخر این ویدیو رو ببین. مورد اول، کالری دشمنه. هرچی کالری کمتر بهتر. نه، کالری دشمن نیست. کالری در واقع نیاز روزانه بدن شماست. این کمیتش نیست که خیلی مهمه، این کیفیتشه که مهمه. تو میتونی 100 کالری شکلات و شیرینی بخوری یا نه 100 کالری آجیل بخوری. این دوتا خیلی با هم فرق داره. آب خوردن بین غذا باعث چاقی میشه؟ نه، این یه افسانه است، یه باور اشتباهه. اتفاقا آب خوردن بین غذا به هضم بهتر غذا کمک میکنه و باعث میشه حجم بیشتری از معده شما پر بشه و سریعتر احساس سیری کنی. مورد سوم، اگه میخوای لاغر شی، نون و برنجتو حذف کن. اینم یه باور اشتباهه. آقا حذف کردن نون و برنج از زندگی روزانه خیلیش بدن شما رو اذیت میکنه و بار اضافی میبره روی کبد و کلیهاتون، برای اینکه اون در واقع کالری دریافتی شما میره توی پروتئین و چربی ها و این خوب نیست. نباید چیزی رو حذف کرد. شما اگه میخواین در واقع به بدنتون کمک کنین، باید برین سمت کربوهیدرات های سالمتر. یعنی چی؟ یعنی اگه نون میخواین بخورین، نون سبوسدار باشه. اگه برنج میخواین بخورین، سعی کنین برنجتون قهوه‌ای باشه یا اون پوسته سبوسش رو داشته باشه. یا نه اصلا میخواین برنج بخورین، برنج رو با حبوبات مخلوط کنین، یعنی برنج خالی نخورین. مورد بعد که من اتفاقا خیلی هم میبینم توی جامعه و عموم و ورزشکارا وایرال شده، اینه که تا 1 ساعت بعد ورزشت نباید چیزی بخوری. بچه ها، این یه باور خیلی غلط و خیلی هم قدیمیه. اتفاقا اون تایم بعد ورزشتون، 1 ربع بعد ورزش، گلدن تایم یا تایم طلاییه که شما بتونین به بدنتون سوخت برسونین که عضلاتتون رو از دست ندین و به جای اینکه چربی سوزی داشته باشین، عضله سوزی نداشته باشین. پس این نکته رو داشته باشین. آقا هر چی سریعتر بعد ورزشتون اون در واقع شیری که قراره بخورین، اون سینه مرغی که قراره بخورین یا تخم مرغی که قراره بخورین رو سریعتر به بدنتون برسونین بهتره. بچه‌ها، یه خواهشی که ازتون دارم اینه که علم روز به روز داره پیشرفت میکنه. خواهش میکنم اگه ورزشکاری، اگه به بدنت اهمیت میدی، حداقل اون اطلاعاتی که داری رو سعی کن آپدیت کنی. یا اگه داری یه سری اطلاعات رو میگیری، ببین داری از کی میگیری و چه کسی هست که داره این توصیه رو به تو میکنه. این خیلی مهمه. بچه‌ها، سرچ هست، گوگل هست، هوش مصنوعی هست. هر چیزی که از دیگران میشنوین رو سریع باور نکنین، سریع هم عمل نکنین. یه سرچ ساده، یه گوگل، یه هوش مصنوعی سوال کنین، اول مطمئن بشین، بعدا اینو بکنین ملکه ذهنتون. بعضی باورهای اشتباه واقعا دارن زندگی ما رو خراب میکنن، نه تنها باورهای تغذیه‌ای. خیلی باورهای اشتباه دیگه هم هستن که ما ناخواسته داریم اونا رو از طریق سنت‌ها و چیزهای قدیمی که تو ذهن ما کاشتن ادامه میدیم. اگه از این سبک ویدیو خوشتون اومده، بچه‌ها لایک کنین، من رو لطفاً سابسکرایب کنین، به هم انرژی بدین. تو کامنت ها برام بگین که دوست دارین راجع به چه مواردی با هم صحبت کنیم. مرسی.